دارم. یه اوم از رو نجده و زنده بودنش رو با من خبر ده. مایلش گفتم می شود برفی. اون وقت برای تو می شود چیزی که گویی اجرا می کنم. فقط یلبرز نمیرن. مایلش تو خاطر نشو. حالا هم خبری نیست. خانم دیلا روز بخیر. روز بخیر آقای فؤاد. آقای طاهر در همین جاست؟ نه به ورگینیز رفت. چطور گفتن رو نمیدونم. برای جواب مکتوب اومده است. اگر وقت داشته باشید کمی صحبت میکردیم. خوش آمدی زینب. خوش باشی. خوب است آقای فؤاد؟ تشکر خوبه. اما که مسلم چه حال دارند؟ خدا را شکر بهتر شدند. با فکر من به صحبتتون خلال رسونده؟ نه ما با امکم به دیه برگشتیم. خواستم آقای طاهر را خبردار کنم. من با اون کس میگویم. خیر تو بزدید. گذر زینب شین. با فکرم که من خلال رسوندم. فؤاد از اومدنم شاد نشد. نه زینب تو در وقتش اومدی. اگر بای خانه دور شدی خیلی خوب می شود. التماس زینب. آخر چرا؟ باوری دارم که فؤاد تو رو خوشبخت می کند. کنی بگوی تو چرا از اویل دور شدن می گریزی؟ یا اینکه نه نمی گریزم. با فکرم تو کسی رو دوست می داری. کسی نیست کاش می شد. کمی زود باشید تا بگاه همه کارها رو انجام دهید. همه جا رو نفس تازه کنید. خوب شد از همه که زیفون. کمی زودتر زود باشید. دختر ها زودتر. انا ینگه در همه جا میستی؟ مرا ینگه نگوی. برای چی؟ آخر زنی جناب میشوی. نفس تازه کنید. گوش کن با بیرون نمیبراید و یگان جو بر اومدن نمان. اگر گوش نکرد با جناب خبر ده. فهما؟ خوب شده است. اما کسی کن اینجا بیاید. مردین رو به یک حجره را بودند. خودش نماستن در مسجد درش پاسبان ماندند. چیکار کردن اما رو میدانید اما کسی کن؟ من پاسبان را دور میکنم. من باشم بدن و در آمده به برفین لباس ها رو میدیم. در خانه آدمون زیاده. شاید برفین رو برآورده توانیم. من باشم دخترم را زود گرفته از اینجا میرم. شما را میدم کسی که من حاضر بیایم. من رفتم. خدایا کمک کن. انشاءالله کسی تو را نمیبیند. انشاءالله. مایلش محمد زکا سرداران قبیله های همسایه را خبر کردی؟ هر جناب آدم فرستادم. خوب او دکتر بخیر است یا اینکه تو هم بد توی اومدی؟ نه جناب سبا من برای دیدن اپای حنیفه آمدم. خوب مایلش پگو بگوی تو را با توی دعوت میکنم. محمد زکا دکتر را با نزد حنیفه بر. خوب شده جناب. گذارید پروین در آنجاست.
است. تا توی در همینجا مهمون میشوی. وقتی که زنم شدی خانه و درم همه ده از اونی تو میشود. باره کنی بینیم با وعدهتون وفا میکنه جناب سوار؟ ابدا میایستم. با سینان گپ زدم و زور او رو راضی کردم. او یولماز رو رها کرد و حالا شاید در راه شهر باشد. بیا شیر. ایتر رو من داشتم شاید خوش از خدا زودتر بردارید. خس کنی راه کرد خواهی گوش کنی یلماز قماندان حاضر مرافعه می شود. اگر با من می شد سرت را می بریدم. کنی راه کرد. انا خواهین همین است. انا همین دادستان گناهایش را بخوان. همه جا را تازه کنید. کارهای زیادی حالا ناکرده. کنی زود باشید. ای رضا میانم درد میکند. آب کشانده نمیتوانم. از برای ثواب 2 سطل آب میآوردی. الکی زیکو مگر نمیبینید من نوبت دارم. خواطر نشو من به جای تو میایستم. ای خیر مایلش با دقت باشید. مایلش فشار خونتون بلند شده است. بسیار زیر نشویدم. چطور زیخ نشوم؟ آقای دکتر ایسا با کجا میروی؟ گوش کنید برادران، بیمار داریم. دکتر لازم. حاضر میایم. حاضر برایم. التماس میکنم بچه ها یک طرف ایستید. چی شده است آقای دکتر؟ چیزی نیست. ممکن نیست برادران، التماس میکنم. آخر کودک میمورد. ممکن نیست برادران، میمورد. آقای دکتر در دهه چردکلی یک کودک بیماری وزنین است. داد نزن. تو رو من حاضر میایم. زودتر بیایید. کودک میمورد آقای دکتر. مایلشم تو در بیرون منتظر شم. انتظار میشم. کودک بیمار است آقای دکتر. باشید. ناز تازه کنید. خواهرت را نجات دید پسرم. کودک میمیرد آقای دکتر. خواهرت را نجات دید پسرم. من رو باش خواهرکم. کودک بیمار است آقای دکتر. خواهرت را نجات دید پسرم. کودک میمیرد آقای دکتر. ببخش خواهرکم. بیا الدا رفتیم.
الدو تو رفتن گیر من از پسند خوب شده است. چی شد بسرم؟ یک کودک در دم مرگ است. باید او را نجات دهم مادر جان. راست میگویی. تو دختری. رو. و تشکیلات خیانت کردنش اثبات شده است. جزای این خائنی تشکیلات مرگ است. قراری مرافعه یولمز قماندان به مرگ محکوم کرده شد. جزا را تو عملی میکنی سینا. امرتان را با جان و دل اجرا میکنم. با جان و دل. شما ما را گشته نکنید. باید با من سخنی آخری داشته باشم. مگر در اینجا عدالت وجود ندارد؟ آیا من حقوقی گپ زدن را ندارم؟ اینجا کوه داشت سبله. تو اینجا را شهر گمان کردی. چه حقوقی گپ زدن؟ گویا ساخته بودن این مرافعه را نمیدانی. راست میگویی. عدالت شما را من خیلی خوب میدانم. با این کارتان خودتان را هم اداره کردن نمیتوانید. باز میخواهید که جامعه را اداره کنید. شما غارتگرا نمیباشد که نه تنها دولت بلکه یک خیمه هم ساختن نمیتوانید. مگر همین دولت همین جامعه خواهید میمونی. تمام میفهمید تو میمونی. یعنی او را برید شما هم پراکنده شوید. لطفا پراکنده شوید. سلفاش بد است. بله چنان میسلفد که گویا جگرش از دهانش میبرآمده باشد. این کودک به بیماری سیل گرفتار شده است. یعنی بیماریش بدین است؟ بله غیر از این بیماریش گذرنده است. همتون از اینجا برایید. بی ضرورت کسی به درون نداراید. فهمو؟ مایلش دکتر کنی برایید و بیرون برایید. الدو این رو زود به دل خوب شده است. میرسانم آقای دکتر. طاهر توی دبدبه را نمیخواهد. اما پدرم باشم میخواهند که توی کلام دهند. روز توی رو معین کردید؟ نه دیلا هنوز معین نکردیم. تو زیق می نمایی زینب. چی شد؟ نه زیق نیستم. هرگاهی زیق شدی بیو با هم درد دل میکنیم. مایلش دیلا چی شد آگاه؟ آقای دکتر این را فرستادن. باید تو را به نزدش برم. حاضر چیزهای فرمودهشان رو گیرم. مایلش زودتر. انتظار کردید آقای رفیق؟ یک چند قردار آمدند. از آن حجم کردم. خب مایلش حاجت به حساب کردن نیست. همان مبلغی گفته. راه هم یافتید؟ ساکن گفتند. زودتر از اینجا رو. ایستا همینجا موافق است. کنی بیلو کلام را دهد. قبرت را کن خواهین. سینا آدمی جنابی سبا آمده. خیلی خوب بیاید. بخیر است چنگیز؟ جناب گفتن که آمده هاشی توی رو برید. همه را ضیافت میدهند. آه مجده.
جناب سبا جانش را رها کرد. ملش یک دو آدم را میفرستم. خوب شد است. من این بی‌ناموس را میکشم. شما باشید رفت آش توی را بیارید. ما در اینجا کمی استراحت میکنیم. روایتین 2 نفر را گرفته رو. خوب شده است. رو. کنی زودتر قبرت را کن خواهیم کن. تو در اینجا میموری. پشت باشه در روز میشود. کن قبرت را کن. اگر یلماز در دست تشکیلات باشد سینان او را زنده نمیماند. گریه نکن دیلا. هنوز با او چی شدنش معلوم نیست. خدا بزرگ است. برای جهت داد آقای دکتر. بله. کودک رو یگان مرتبه ایم کرده اید؟ نه به خدا. از تولدش یگان بار ایم نکرده ایم. در دهاتون یگان کودک دیگر هم بیمار است؟ خیلی زیادن. همه‌شان همینطور میسوزند. این بیماری خیلی خوفناک است. در انبار دارو داریم؟ متاسفانه نیست. سلاحداران برای کودکان را ایم نکردنمان همه داروهای امگذرانی را بردند. باید زودتر دارو فرماییم دیلا. البته آقای طاهر. حسین محمدی سه کتا رو جیغ میزن. آمدم. بخیر است محمدی زیکو. خدا. جناب سبا میگوید که حسین قرضش را دهد. من چیکار کنم برادر؟ اینقدر پول را از کجا یابم؟ جناب هر لحظه بالایش فایزم میکند. این قرض تمام نمیشود. و من وقت دهد. من به او گفتم. قربانت شوم. به او باز یک بار دیگر فهم. ماما زیکو تو در همینجا بودی آقای دکتر؟ شما در اینجا چیکار میکنید؟ آخر برای به توی دعوت کردنی آقای مسلم میروم. باز این بیعقل از جناب سبا پول قرض گرفته از بالای فایز زیاد میشود. چی شده است؟ جناب پولش را میخواهد. تو چی کار میکنی؟ جناب از گوه ایشان داشته پولش را طلب میکند. حالا زیلال چی حال دارد؟ چی حال هم میداشت. در نزد حولی جناب نشسته است. دخترم را به آن ظالم نمیدهد. این ایتین است. ریزم رو از اینجا. خدا جزایتان را دهد. این ایتین است. جناب روز گفته باشد باید فهم. ایستیانگا با کجا میروی؟ آب نوشیدن میخواهم. حاضر میگویم آب میارند. دست و پا دارم. خودم رفته میارم. ایستا با کجا میروی؟ آب نوشیدن میخواهم. فرمان جناب است. باید جوجا نمیروی. کنی از پیشم دور شو. من آب مینوشم. دختر به حالش گذار چینگی. فرمان جناب است. باید جوجا نمیروم. من با او میروم. سینان با شما سلام فرستاد جنابی سبا. گفت که در این روزی خرسندی شما را تنها نگذاره. خاموش. ما را فرستاد. اگر سینان می آمد خیلی خوب می شدن. با یلماز مشغول است. عاقبت یلماز چی می شود؟ چی می شد؟ مرگ است. حالا قبرش را کن فرستادم. یعنی مرگش نزدیک است ها؟ بله جناب. خیلی خوب. با من دروغ گفت. ما رو فریب داد. بی‌ناموس. تو چی کار میکنی برفین؟ بعد از که یلماز رو نجات میدهد. با همین شرط من به خونه دور شوی راضی شدم. ما رو فریب داد. یلماز رو میکشد. بی‌ناموس. برفین ایستا. مگر به وعده این خلادم باور کردن ممکن است؟ اگر بر ضد جناب سر برداری تو رو میکشد. او خیلی بی‌رحم است. ابا قربانتون شوم. با من کمک کنید. باید یلماز رو نجات دهم. از دست من چی میآید؟ اما جا پر از آدمانی سبا است. صبر کن. خدا البته یگان راهش رو نشان میدهد. خیلی خوب.
در اینجا چیکار میکنید ها؟ هیچ چیز. جناب سبا، زنانی دیخه میخواهند سر عروس رو بشویند. عادتمان چنین است. اگر اجازت دهید دختر رو برم. ماندین خیلی کارها را. این به چی لازم است؟ مادامی که مرا به زنی گرفتن میخواهید، من هم باید مثل دیگر دخترها آماده شوم. تمامی عرف و عادت رو رعایت کنم. فهمم؟ مایلش خر نکن. هر چی گویی همون میشود. گرفته بر. با دقت باش. به من نگر. اگر با او یگان چیز شود حالت بد میشود. خواطر نشو. از اینجا دور شو. خوش نشو. با من بیا. به من ده دخترم. امک جان، امک جان، اون آدم کی بود؟ کدام آدم؟ اونی که به او پول دادید. من او رو شناختم امک جان. او چوپانی پیشینمون نهاد بود. نهاد از کی باز آدمی تشکیلات شده است؟ نهاد برای تشکیلات میانه رو است. صفا بخیر است آقای حامد، مگر رازن شده؟ من رازن نیستم. از تو یک چیز را پرسیدن میخواهم. به سوالم جواب میدهی؟ پرسید آقای حامد چی بوده است؟ ما یک چوپان داشتیم نامش نهاد. او را میشناسی؟ ها میشناسم. چی شده است؟ اکنون به من گوی. او هم به تشکیلات همراه شده است؟ نه، اگر آدمی تشکیلات می بود من خبردار می شدم. تشکر صفا. باید این کار را نمی کردید اکا. باید این کار را نمی کردید اکا. نمی کردید. خاموش دب نزن برفین. ایسته دکای چینگیز. ای بس با بین دخترها نداری. خیر مایلش. شما اطراف خانه را احاطه کنید. تو در همین جا خانه شما به خفا. تو با من بیا. برفین بیا بایستا. مادر دخترم برفین. دخترک دختر جانم. زود اینها رو پش تو را میگریزونم. حاضر وقت گریه کردن نیست. زود اینها رو پش. یلمز را حاضر به قتل میرسونم مادر جون. ظالمانی بیرحم. وقتی که یلمز در دمی مرگ است چی تصمیم میگریزه؟ راست میگویی برفین، اما از دست ما چی میآید؟ آخر ما تیر و تفنگ نداریم. کمی آب نمیدهید؟ فرمان سینان است، آب نمیدهیم. وای به این نگاه کن، دل را پرتافت. به فکرم شلا خوردن میخوایی.
کنی زودتر بیل را گرفته قبرت را کن. کنی زودتر. شما نامردید. زور شما تنها به آدمی به سلاح میرسد. ایست. میپرونم. برادر چی گپ است؟ چی گپ است؟ ایست میگویم. مادر جان او را پرتافته گریخته نمیتوانم. باید نجات دهم. تو چه میگویی دخترم؟ قربانت شوم. تو یولمز رو چی طرف نجات میدهی؟ تو باید حالا از سبا گریزی. زود باشد خاله جان. حاضر میایم گفته اپای حنیفه رو به زور فریب دادم. رفتیم. این صابون رو از کجا گرفتی؟ از شهر آوردند. خیلی بوی خوب داشته است. بیا رفتیم. نه مادر جان من در هیچ کجا پنهان نمیشوم. برفی اگر یولمز در همین جا میشد و هم میخواست که تو از سبا گریزی. زودتر گریزید آخر گریزید. بیا رفتیم. یعنی در آخر میگریزی ها برفین؟ قربانت شوم حنیفه صدایت را بلند نکن. اجازت ده دخترم را از اینجا گرفته برم. رو خدا مدد کند. تشکر حنیفه. خدا از شما راضی باشد. بیا. تو را با این لباس نمیشی. مرا ببخشید مادر. برفین دختر. برفین نیست. تو چیکار میکنی؟ چی کار کرده میتوانی؟ یولمز را نجات میدی هم گفته خودت را هلاک میکنی. برادران گوش کنید. انا آن نفری گریخته ایستاده است. عروسی جنابی سبا است. تو ما را به عقل گمان میکنی ها؟ به خدا که روز میگویم او برفین است. برفین است. او میگریزد. او را دارید. کنی ایستا کنی نگوره میپرونه ایستا پس جنگه کنی رو کرد چرا مرا کشتید مادر جان؟ چرا چنین کرده؟ چرا؟ سردیه میکنیز یا بیناموز خیز حمله خیز خاینی بیناموز گیره دورو خیز کنی دورو برید راه کرد یعنی گریختن میخواهی ها؟ ما رو فریب دادی بدانم که یولمز رو میکشن منم دروغ گفتی بیناموز یولمزت میمورد تو باشی زنی من میشوی زنی من میشوی فهمیدگی راه گرد دیگر چاره نداری قبرت رو میکنی
چنان کن که چقدر باشه فهما. تو گمان کردی که از دستی من رها میشوی. بی ناموز کنی کن گفتم کن ابلا. مردن چطور بوده است؟ چطور بوده است؟ کن گفتم کن ابلا کن. گوش کن بچه چی میگویم. تو در اینجا جان میکنی مشته باشد. در بر لباسی عروسی همسری جناب سبا می شود. واه 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 واه. دلم به حالت می سوزد. خیلی دلم می سوزد. کن ابلا کن میگویم. کن ابلا کن گفتم. رفتن نتوانستم. تو رو نجات دادن نتوانستم. چرا منو گریختن نمانی مادر جون؟ چرا؟ به خاطر یولمز به مرگ میرفت. طاقت کردن نتوانستم. به آنها خبر دادم او را داشتم. بگذار زنی سبا شود اما زنده مانم. مادر جان خودتان را گناهکار نکنید. شما کار درست کردید. رفتیم. قزبان کنی اینجا بیا. لبق من دار. قزبان تو خسته نشدی؟ جنگوبری از این خسته نمیشود. چشمانت خیلی خسته می نماید. رو کمی استراحت کن. سینات مندون چی؟ من در همین جایم. تو رو استراحت کن. رو تشکر. استراحت را با من می. شما چیکار میکنید جویز کانو؟ از من نترس. روی دست نزم. خورو با حالم گذاره. خاموش داد نزن. تو را آزاد میکنم. سردید. داد نزن. داریدید. داد نزن. منو نجادید. چی گپ است؟ در اینجا چی گپ است؟ چی گپ؟ مرا تجاوز کردن بیخواستی نام کماندان. نه چقدر تجاوز؟ تو نادرست فهمیده ای قزبان. در اینجا این کارها میشوند. نترس. کنی اینجا بیا.
سردیت مرا اینجا بیا گفتم. ای جوید چی میخواهی؟ قبل تیار است. خیر اسیر را آماده کنه. کنی اکنون زود این چرخ را گرفته به بالا برار. کنی زودتر. تنبلی نکن. زودتر. جمع شوید کنی زودتر. کنی جمع شوید. جمع آمد داریم. همه آمد؟ بله سینا قماندان. یکم کس مانده است؟ نه قماندان. خب مرا گوش کنید. مایلش تو از کسی کار کنی بهتر میاد. خداوندا مرا ببخش. خدا جان مغفرتم کن. زنجیرها را کشایه. خوب شده است. نمی شود. خیلی نمی شود. ای خدا از دستتان هیچ کار نمیوید. شما چه جنگ آورید؟ آخر نمی شود. چه کار کنید؟ به عقلها سلاح را به طرف اسیر دار. این سلاح خیلی وزنی بوده است. ایستا ایستا من کشایم. انا نه درست. آفرین قیزمان. این نوبدارها کجا شدن؟ پایین بگریزم. کنی دارید. زود باشید رفت. جنابی سبا کیفان جوان است. نه شما با سیدان گپ زدید. دخترم را برگردانم. دخترک با خواهیش خودش میخواست. اگر من به میان درآیم اعتبارم در نزد تشکیلات پس میشود. تو مرا به این کار همراه کن. جناب رحم کنید. این قدرسان خدمتگار تشکیلات بودم. خوش آمد. نور و صفا آورد. جناب سبا. تشکر. خدا وقتی سفید عطا کند. تشکر. مرحمت گذارید. جناب سبا. مرحمت. یعنی مهمان ها را برید. یعنی گلی با کم گپ دارم. خوب شده است حامد. بخیر است امید. یگان گپ پنهانی داری؟ دروغ گفتید. پول را با تشکیلات میدهم گفتید. دادم آخر. اگه حالا هم دروغ میگویید میدونم که پول را به نهاد دادید. آخر نهاد از تشکیلات. اگه نهاد آدمی تشکیلات نیست. کی گفت؟ و من صفا گفت. گویا او میدانید تباشد. اگه از گریختانتان معلوم است که او راست میگوید پول را برای چی به نهاد دادید؟ چرا با او دادید؟ چرا دروغ گفتید؟ آن پول توی دخترم بود. چطور برای دخترم و دامادم نگاه میکنم؟ یا خدایا
آقای دکتر پدرم میپرسن که به توی جنوبی سبا میروید. با پدرت گوی که نمیروم. میلش میگویم آقای دکتر. برفین و یلماز حیف شدند. تو رو نجات دادن نتوانستم. مرا رو بخش بزارکم. به ناموس را گم کردیم. با کجا رفته باشد؟ با کجا رفتنش معلوم. آن خواهین با توی میرود. کنی راه گردید میرویم. تشکر. برای مرگ اولوتر بود. اینجا بیا با مهمان ها نزدک خدمت کنه. خوب شد دستی امد کنی تبلکچی ها نوازد خورسندی کنه.
عروس رو گریزون. چی؟ گریزوندن؟ این کاری اون خواهین است. کنین پراکان نشوید. همه جا را کابید. شما هم. شما با من بیایید. بیا. اکنون چیکار میکنیم؟ از دست این دو خواهین به آبرو شدیم. خواطر نشو سینان. آدمانم از پسشون هستند. حاضر یافته میارند. دعا کن که یابند. آوردید؟ نیستن جنوب. چه خیلی نیستن؟ تو جا میگویی؟ به خدا همه جا را دیدیم اخی. آخ ماکا دست شوید از نظرم. دست شوید گفتم. دست شوید. اکنون چیکار میکنیم سینان؟ مژده شما آمده بردید جناب سبا. من به این کار دست نمیرسانم. از دست شما گریخت خودتان یابید. ایتین بیایید میرویم. رفتیم. برفید رضا کجایی ابله نمیشنوی؟ و چینگیزگوی کی از پس سیلو گردد. باید من از هر قدمش آگاه شوم. تو مرا فهمیدی؟ آگاه شوم. فهمیدی؟ فهمیدم. دو شو. مادرت رو میابی برفین. مادرت رو میابی یا مادرت تو رو میابد. یلمز ناگهان پیدا شد. برفین را گرفته بود. آنها را داشته نتوانستند. خدا را شکر. صد شکر. انشاءالله دستگیر نمیکنم. انشاءالله خواهرم انشاءالله. یگان خبری هستی که؟ صد شکر آنها را نیافتند. شکری پروردگار. جناب چه حال دارن پدر؟ با خدا مثل دیوانه ها داد میزنند. حالش از این بدتر شود. بیاید بدیها برگردیم خونه. از همه واقعه ها ما رو خبر دار. راست میگویی. بله کی میداند آنها در کجایند. رفتیم. خیر. یلمز من باید این لباس ها رو عوض کنم. تا هوا تاریک نشود از اینجا برآمدن نمیتوانیم. به نزد خانه زیلال میرویم. صبر کن برفین. چی شد؟ تو چرا آمدی؟
هیچ چیز خواستم تو رو ببینم. پدرم در خونه هم. ای بس رفت از اینجا. گلتین این رو برای تو نوشتم. در کجایی دخترم؟ رفت مایش ها و ماها آب میدیم پدر. کسی میاد بنامشم برو. چیست؟ شما کیستید؟ چی میخواهید؟ نترس، ما به تو ضرر نمیرسونیم. با من نگه. جناب سبا میخواست مرا به زوری بزنی گیرد، اما من گریختم. یعنی شما هم دیگر رو دوست میدارید؟ یک جای گریختید؟ نامی تو چیست؟ گلتین. گلتین، التماس با من لباس دیگر میاری؟ ها بیایید. وای دختر در همین جاست. دختر؟ برفین؟ به خدا این عروس جناب سبا است. ها راست. پدر جان ما به آنها کمک میکنیم. همین طرف نی؟ قربانت شوم دختر. دیدن آنها رو به کسی نگوی. بازی رفته بچه خوب میگویم. تنی جان شیرینم خور. قربانت شوم. سیر شدی؟ من همین طور شکمت رو ینگا جان از برای خدا او را بسیار ارکه نکنید. از خود میروم. بله ارکه میکنم. کسی چیزی هم گفته نمیتواند. علی پسر خودم گنیرال است همین طور نه؟ همین طور. اکای همید بیاید چای نوشید. نه ینگا تشکر. زینب لباسهایت را جمع کن، از این خانه میرویم. شما چه ها میگوید اکای همید؟ پدر جان چی واقع شد؟ بس از دخترم، خانه امان را جدا میکنیم. وقتش رسیده است. اکای همید اینجا شینید صحبت کنیم. تو رفته پدرت رو جیغزن میشه. ینگا هر قدری که من در این خانه مانم ضرری بیشتر میبینم. از این پس راه من و حکم جدا است، دانسته باشید. چه شد پسرم؟ یگان واقعه نقشه رخ داده است. شادی آمدید. آنها را یافتی؟ بله. پسرم رفتیم مادرجان رفتیم. مبارک شود خاله میلاد. تشکر شود به همه امان. بیاد رفتیم. خوش آمدید. خوش باش. زودتر درآیید. رحمت باد. یعنی اونها در همین جاین. بیایید مادر جان. گذشت مادر جان، همش گذشت. به شما ضرر نرساند گفته خواطر شدم. کنی زود باشد. خوب شد از جناب. زودتر، نباید آنها را از دست دهیم. کنی زود باشد، زودتر. هوا که تاریک شد شما را به خانه نبیره حاجی شکرالله فؤاد میبرم. راست میگویی پسرم، باید از اون قبیله پناهگاه طلب کنیم،
سینون و سبا با اون قبیله جنگ کردن نمیخواند. اونجا برایتون بی خطر است. در آنجا هر دویشان را نکاح میکنیم، خیلی خوب میشود. خوب میشود. در آنجا نکاح کرده بعد آنها رو به شهر میفرستیم. در چند روز آخر بار اول نفسی به راحت میکشم. یک چای می نوشیدیم. من میارم. نه دخترم تو شی، من خودم میارم. فاطمه خواهرم آشخانه‌ات را نشان ده، من چای دهم. خودمون دم میکنیم. رفتیم دخترم. خوب شد است مادر جان. جناب میآید. جنابی سبا میآید. هی! ایستا! حسین! خوش آمدید جناب. حسین! در اینجا بودن آنها را من میدانم. خطا میکنید، در اینجا هیچ کس نیست. پلیدی بینو مزدور خونه کش. با چشمان خودم دیدم، دروغ میگوید جناب. همه جا را کابل! کابل! در اینجا بودن اون رو میدانم. اکنون چی کار میکنی؟ اسکری زن بیایید زودتر، از اینجا بیایید. جناب تماس را گرد ولی در کجایند؟ برا خواب شد است. وای 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 وای. تو در اینجا چیکار میکنی جناب دکتر؟ هر کجا که بیمار باشد دکتر هم در آنجاست جناب سبا. خاموش! یعنی به من جواب ده. برفین و یولماز در کجایند؟ چه خیلی که میبینید در اینجا بغیر از ما دیگر کسی نیست. در خانه هیچ کس نیست جناب. رفتیم. بیایید از چه زودتر به خانه فهد میرویم. بیایید میرویم. وقتی که به اونجا رفتیم جنابی سبا دیگر با ما هیچ کار کردن نمیتواند. حسین تو اینقدر آدمی پس بوده ای، هم از من قرض داری هم با من دشمنی میکنی، در نمکدان توف میکنی ها؟ یا در ده همون مار رو پرورش کردیم ها؟ چرا ایستاده زودان را دستگیر کنی؟ بچه ها زودتر باشه، زودتر. این کارت به جزا نمیماند حسین. گوش کن، عروس شونده ما را گریزاندی، البته جزایت را خواهی دید اگر همین روز قرضهایت را بر نگردانی. جناب خواهش میکنم. دعوت را گیر. برای وزی قرضهایت دخترت را میگیرم. جناب خاموش! دانسته باش اگر برفین را نیابی گلتن را میبرم. من چیکار میکنم مادر جان، چیکار میکنم؟ گریه نکن دخترم، گریه نکن. پدر جون، خودی نامو کم میویم چرا بد میکنم؟ نتون سوام
شما را چون اکام دوست می‌دارم. نروید. اکاتون چیکار کردنش رو نمی‌داند. نه ینگا یک دقیقه دیگر در اینجا نمی‌ایستم. با فرزندانتون را تربیت نمودم. علی را من به وای رساندم. مویهای زینب را شانه می‌کردم. او را چون دختری خودم دوست می‌دارم. به خاطر اکاتون هم نباشد، به خاطر من نروید. اگر میروم گویید روید، لیکن دانستمانید که من سخت میرنجانید. چی گپ است امید؟ اکا به من میبود خودی حاضر خانه را ترک میکردم، لیکن به خاطر ینگه گلی میمانم. حالا به من گویید شما برای چی پولهای دخترم را با آن را زر دادید؟ اکا باز هم خاموش میایستید. احسان به شما اکا، قند زنید. شد اکا، شد. مال و ملک را تقسیم میکنیم. از این پس هر کس برای خودش. حامد صبر کن. ایست. اول به من گوش کن. با خدا هر چیزی که گویی حق هستی، لیکن تو مرا نادرست فهمیدی. یک کار برآمد که از گفتنش شرم می داشتم. چند سال قبل نهاد گفتنی چوپان داشتیم. گوسفندانمان را بانی میکرد. در خاطر داری؟ در خاطر دارم. در وقت چوپانی نهاد گوسفندان را دزدیدند. من باشم او را گناهکار نمودم. بیچاره قسم خورد. من ندزدیدم گفت، لیکن به او باور نکردم. تو آن وقت در دهن نبودی. خودم تنها ماندم. چیکار کردنم را ندانستم. در آخر او را از کار پیش کردم، لیکن در آن وقت او کودک بیماری داشته است. پس از بیکار ماندنش همسرش او را ترک کرده رفته است. از بیپولی کودک را به بیمارخانه نبرده است. انا بعد بیماری کودک به نهایت اوج گرفته است. اکنون برای صحتی او همه کار را میکنم. اکا پس چرا این رو بر وقتتر نگفته؟ گفته نتوانستم. اکا به خدا شما فداکاری نمودید. مرا ببخشید اکا. مرا ببخشید اکا. شد ببخشید اکا. امید پدر جان، آقا شهباز اومدن. در پایان شما را انتظارم. فهمیدم. خیر اکا. به فکرم به من باور کرد. خوش آمدی رئیس. تشکر حامد. خوش آمدی. خوش باش. شین رئیس. تشکر. دخترم رو خیلی پزما شده. هر وقتی به یادم میرسد جگرم پاره میشه. نه رئیس، این طور نمیشود. کمی خودت رو به دست گیر. آخر بیمار میشوی. اگر کمک لازم باشد کمک میکنیم. نه آقای حامد، دخترم رو خلاص کرده نمیتوانم. میدانم که دشوار است. خدا مدد کند. آقای شهباز، شما رئیس دهه‌اید. نخود یگان علاجش نباشد. نه دخترم، گپی رئیس به تشکیلات نمیگوید. گوش کن شهباز، دختری تو با عقل است. وقتی که پشیمان شد یگان راهش را یافته گریخته میآید. انشالله آقای حامد، انشالله. انشالله انشالله دختری تو برمیگردد. آقای شهباز، میدونم که خیلی غمگینید، لیکن خودتون میدونید که تعطیل به آخر رسید. کودکان باید درس خوانند. مکتب رو هر چیز زودتر تعمیر کردن لازم. مکتب؟ مکتب؟ زینب، تو چی ها میگویی؟ همین که قزوان برگشت من برای شما 10 تا مکتب میسازم. میفهمی؟ آقای حامد، از قبیل دخترم قریب بود که گفی اساسی را فراموش میکردم. بخیر رئیس. تعمیر زنگ زده بود که بودنی برات رو فهمیده است. پنگاه برمیگشت است. تو چی گفتی رئیس؟ که بودنش رو فهمیده است؟ باور کنید در وقتی نامش رو گفتن علاقه کنده شد. دمیر برمیگردد. البته برمیگردد. همین که برگشت کی بودنی برات را میفهمم.
قیزبون؟ این تویی؟ چرا از من ترسیدی؟ خاموشی سرکین به هیچ کس نگوی، من میگریزم. دیوانه شدی، تو رو میپرونند. با مقصدی آزادی به کفر آمدم، لیکن در اینجا اسیر شدم. آن جاویدی پلید مرا تجاوز کردن خواست. سینام باشد این کارها میشود گفت. نه این خیلی نمیشود. من در اینجا مانده نمیتوانم. به خانمان برمیگردم. به خدا سینان تو را زنده نمیگذارد. من دختری رئیسم و من هیچ کار کردن نمیتوانم. شطوری سفید رو دیدی؟ ندیدی؟ خدا نگهباند. آنها به اینجا اومدن مادر جون. خدایا توبه. آنها در اینجا چی میکنن؟ چطور جرأت کرده به دیهای حاجی شکر آمدن؟ Jam Entertainment باز قلب‌ها را با لرزه می‌دارد. این کنسرت با شرکت سراینده پور آوازه مشرق زمین ولی و بهرام غفوری، ولی با هدیه نوروزی در تاجیکستان، همچنین شبنم تاجیکین، مهیره طاهری، فریده بختیار، همصدا با ولی و بهرام. 21 مارس شهر دوشنبه وینوی سیرک ساعت 16، 22 مارس نویه حساب ساعت 14، 23 مارس شهر وحدت ساعت 14. ولی تنها برای یک روز در دوشنبه افشین می آید. نوروز امسال با افشین. این انتهای جشن نیست. از امریکا افشین، از تاجیکستان فیروزه. همایش دو صدا در تاجیکستان، همگی یک روز در شهر دوشنبه 21 مارس ساعت 16. کاخ وحدت. سرپرستان شرکت ساختمانی گلوبال تراست و شرکت سیاحی ویب ترافل تور. تأسیس دهنده مرکزی پرودوسری مرحبا فیروزه و افشین، دو خواننده به همتا. از تقدیمات استودیوی سوپر مرجان بخشیده به جشن نوروز با پرودوسری ساربان صادق، کنسرت ایدانه با نام چکامه نوروزی روز 21 مارس ساعت 14 در کاخ تاجیکستان با اشتراک هنرمندان شناخته سهراب محمود، عالم محمود، غریشو کمپانیا. من بخت میکشم، با رکلامات هسته. بخت من چی؟ من بختتون میکشم، بخت گریختگی ادا کنم. هم بچه جبرده گریخته رفته کو دستینه. غریشو کمپانیا. سلام. تاج دولت. تاج دولت آفرین. دپا چی داری؟ دپا. باستانوشکا. چی؟ باستانوشکا. الهام مرادو. خیریدین بازار، سیمومین بازار، سربان صادق، سیاد صبحان، اسماعیل شریفزاد. با تو فقط مایلم، ای تو که ندانی دلمه دیگه من زنگ نزن.
فرشته محیدین. سینه جوانی مرا فریاد کنید، یاری سب سینه جوانی مرا فریاد کنید. توجینیستان نوروه. و اسکرخان برگزار می‌گردد. پیراهی تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.